مسئله جنازه حتمی نیست که مسجد باشد. جنازه میشود در حوالی شخص. مهم اساس برای جنازه همون زمینی پاک باشد، خشک باشد، پاک باشد یعنی اون اولودگی و یا که دیگر افلاس و بدبویی نباشد، در اونجا جنازه میشود. خود در حوالی خود انسان، خود در کوچه، خود در نزدیکای داخل قبرستان ممکن نیست، مکروه است. اما نزدیک قبرستان جایی که پاک باشد، اون بدبویی ها دیگر نباشد، جنازه ممکن است. مثلا سوالی که تحقیق کردن سلام باید چگونه باشد، از بس که خطر وجود دارد هم موافق شریعت که وقتی که خطر هست باید انسان حذر کند، باید احتیاط کند. خب سلام دادن یعنی دست بالای قلب گذاشته سلام دادن، یعنی این همون دست گذاشتن بالای قلب، این عرف عنعنه مردمی ما است. اما سلام دادن این سنت پیغمبر است، یعنی سنت است که برادر رو دیدی گویی که السلام علیکم یعنی سلامتی بخت و سعادت برات میخواهم، ولی جواب اون واجب است یعنی حتمی است. اگر جواب نگرداند عاصی میشود یا گناهکار میشود، چرا که در اینجا دوستی رو بجا برادری رو بجا نآورد. اما پریشان باشد، بیمار باشد، خب فکرش دیگر جا باشد و اگر جواب نگرداند عاصی گناهکار نمیشود. قصداً اگر جواب نگرداند گناهکار میشود. خب در مسئله دست یعنی این یک عادتایی هست که در این نه اجر هست نه ثواب هست. یه چیزی حالا که خب از کف دست باشد، خب از پشت دست باشد، اون بیماری میگذرد. اما خیلی هست یا نیست؟ یعنی از پشت انسان با پشت انسان میگذرد. خب کف دست، خب پشتی دست. خب بهتر و خوبترش همین است که در فاصله دست بالای قلب بگذارد، بگوید یعنی احترام شما در قلب من هست. یعنی دست گذاشتن بالای قلب همین است که احترام شما در قلب من است و سلام بدهید. هم سنت اسلامی به وجود میاد، هم عرفی ملی که ما داریم از قدیم اون به جا میاد، یعنی همین کفایت کننده و بهتر و خوبتر است. اما اینکه روش میگیرد یا اورنج میقپد یا که پشتی دست میدهد، این یک کاری هست که ضرر است. یعنی این رو اسلام و دین و دینداری توصیه نمیدهد. دین و دینداری اسلام همیشه تاکید میکند که از خطر حذر کنید، دور باشید. تشکر.